بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. برای مردم محبت چیزهای مرغوب از قبیل زنان، فرزندان، ذخایر توده‌شده از طلا و نقره و اسبهای نشانی شده یعنی اصیل، مواشی و زمینهای صالح و زراعت زیبا و جلوه داده شده است. این است متاع زندگی دنیا، در حالی که سرانجام نیک در نزد خداوند است. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصیر بالعباد. بگو آیا شما را به چیزی که از این هم به شما بهتر است مژدگانی دهم؟ برای پرهیزگاران در نزد پروردگارشان باغ‌هایی است که از زیر درختان آن جویبارهای جریان دارد، در آن جاودانه به سر میبرند و همسران پاکیزه است و خوشنودی خداوند و خداوند به بندگان خود بیناست. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آنانی که میگویند پروردگار ما، واقعا ما ایمان آوردیم، پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش نجات بده. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. یعنی شکیبایان، راستگویان، فرمانبرداران، خرج کنندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان.